سلام و وقت بخیری دارم به خدمت شما دوستای نازنین از کانال هراتبورگ. دوستای نازنین فردا شب از کانال هراتبورگ برنامه لایف ما با هنرمندایی که در کنارمان هم فراموش نکنیم. یکی دو نفر هم از هنرمندا دیگه ما که چون وقت نداشتم که حاضر شم، ان الله هستم. فردا شب به خدمت شما هستیم. هر امر فرمایشی که داشتیم ما به خدمت شما نیم. آقای غلامی صاحب گفتنیای اگه داریم برای بیننده ها. تشکر میکنم. کانال هراتبورگ فراموش نکنیم، هنرمندا خود تشویق کنیم. انشالله ما به خدمت شما نیم از برنامه لایف. خب ما هم تشکری میکنم از بیننده های عزیز برنامه کانال هراتبورگ. انشالله ما رو دنبال کنین دوستای عزیز. کوشش میکنیم برنامه های طنزی جالبی برای شما ارائه کنیم. تشکر. استاد شما. سلام دارم خدمت تمام بینندگان عزیز هراتبورگ. چی اونه که به افغانستان، چی بیرون از افغانستان، به هر کجای دنیا که هستیم، همونطور که نینجان گفت گیلک، بله ما در خدمت شما هستیم. از طریق الله ما رو نگاه کنیم. خب ما هم با نوبت خود تشکری میکنیم از شما که همیشه ما رو حمایت میکنیم و گفتنی خاصی ندارم. زنده و سلامت باشیم. به امید ازی که از برنامه ما لذت ببریم. پنجم سوال گفتنی آخر. خب من تشکری میکنم بیننده عزیز ما که ما رو همیشه تعقیب میکنن، تشویق میکنن و سبا شب لایو در خدمت شما هست. تشکر. همراه ما باشیم. ما فراموش نکنیم سابسکرایب و لایک و شیر و زنگولگه که هم فشار دین. سبا شب به شما 500 تا نمایشنامه هم کار میکنه، آهنگ هم بخیر میکنیم. بریم بخیر خوشی به فرداش.